تقویت شیشه بالا بر گرفتیم که نصب کنیم رو ماشین مشتری. معنای واقعی تیکه آشغال این چی آخه میدید دست مردم؟ تقویت میکنه این تقویت. الله اکبر. بیا بهت آموزش میدم خیلی راحت. 2 تا رله بذاری و خودت یه دونه تقویت شیشه بالا بر واقعی رو ماشینت داشته باشی. رله های آمپر بالاشو بگیر، با من همراه باش تا بهت بگم چیکار کن تقویت واقعی بزنی رو ماشینه. تو فکر درست کردن یک تقویت شیشه بالا بر درجه 1 هستی، تا آخر ویدیو رو نگاه کن، سیوش کن که فراموش نکنی پایه‌ها رو. میری 2 تا آفتومات خوب از بازار میگیری. درست شد؟ 2 تا پایه های وسطش نوشته 87A، وصلش میکنی به منفیت. 86 یکی از رلهات و 85 یکی از رلهات باز میره برای منفی، یعنی 4 تا سیم میری برای منفی. 87 تای بالاییش که ای نداره، بالای آفتوماته، هر دوتاش میره برای مثبتی که شما خودت از باتری یه دونه سیم قوی میکشی و میاری. میمونه 4 تا سیم، 85 یکی از رلهات و 86 یکی از رلهات. این میره تحریک هایی که از کلید ماشینت میاد، وصلش میکنی به این 2 تا پایه سی که این طرف میمونن میبری سر موتور شیشه بالا برات. اگر دیدی جا به جا کار میکنه، بالا میزنی پایین میاد، پایین میزنی بالا میره، جای این 2 تا رو عوض میکنی و تمام.